امروز موفق بودن یک رستوران فقط به خوشمزه بودن غذا بستگی نداره. خیلی از رستوران‌ها غذای خوب دارن ولی فروش پایدار و ثابت ندارن، چون مدیریت، برندینگ و تجربه مشتری رو جدی نگرفتن. برندینگ یعنی وقتی اسم یک رستوران میاد توی ذهن مشتری چه حسی شکل میگیره. اون حس میتونه لوکس بودن باشه، صمیمی بودن باشه، اقتصادی بودن باشه یا حتی حس نوستالژی. از لوگو و اسم برند گرفته تا رنگ دیوارها، لباس پرسنل، موسیقی، نوع بسته‌بندی و حتی لحن پیج اینستاگرام شما همه بخشی از برندینگ شما هستند. بزرگترین اشتباه خیلی از رستوران‌ها اینه که فقط روی غذا تمرکز میکنن، در صورتی که مشتری امروز تجربه میخره، نه فقط غذا. مشتری باید وقتی وارد مجموعه میشه احساس کنه وارد یک دنیای متفاوت شده. نورپردازی، بوی محیط، سرعت سرویس، برخورد کارکنان، چیدمان و حتی انتخاب موزیک مستقیم روی فروش تاثیر داره. یکی از مهمترین بخش‌های هر رستوران قیمت گذاری اصولیه. بعضی‌ها قیمت پایین میدن که مشتری جذب کنه، ولی آخرش سود واقعی ندارن. بعضی‌ها هم بدون استراتژی قیمت بالا میذارن و مشتری فرار میکنه. قیمت گذاری درست یعنی تعادل بین سود، ارزش ذهنی مشتری و جایگاه برند. اگر یک غذا ظاهر حرفه‌ای، بسته‌بندی خوب و ارائه جذاب داشته باشه، مشتری حاضر میشه بابتش چند برابر پول بده. خیلی وقتا مردم فقط پول غذا نمیدن، پول حس خوب، کلاس کار و تجربه متفاوت رو میدن. منوی رستوران هم فقط یک لیست غذا نیست، منو خودش ابزار اصلی فروشه. چیدمان آیتم ها، فونت، عکس غذاها، اسمگذاری حرفه‌ای و حتی ترتیب قرار گرفتن آیتم ها روی انتخاب مشتری تأثیر روانی مستقیم داره. بعضی غذاها باید در نقطه طلایی منو قرار بگیرن تا بیشتر فروخته بشن. بعضی از آیتم ها فقط برای بالا بردن ارزش ذهنی بقیه غذاها داخل منو قرار میگیرن. مدیریت صحیح رستوران یعنی کنترل کامل روی هزینه‌ها، رفتار کارکنان، کیفیت ثابت غذا و رضایت مشتریه. رستورانی موفقه که حتی توی شلوغ‌ترین ساعت هم کیفیتش افت نکنه. خیلی از مجموعه‌ها مشتری جذب میکنن ولی چون مدیریت درستی ندارن نمیتونن مشتری رو نگه دارن.